فعلم انه لا اله الا الله. به هر مسلمان فرض است که باید حق و حقوق لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بداند و بفهمد و به آن عمل بکند. اولین حق لا اله الا الله است که به غیر از الله هیچ کس عبادت نمی کنیم. به خلاف امر الله از هیچ کس اطاعت نمی کنیم. به درجه الله بودن به هیچ کس محبت نمی کنیم. به درجه الله بودن از هیچ کس نمی ترسیم. و در ذات الله و در صفات او و در قدرت او، در عبادت او، در اطاعت او، در امر او، در نهی او، در محبت او، در خوف او و در تمام امور شریعت او هیچ کس با او شریک نمی سازیم. او را به تنهایی عبادت میکنیم و امر او را قبول میکنیم و به غیر از او هیچ کس را مستحق اله بودن و الله بودن و مستحق متصرف بودن و مستحق صفات کامل و جامع کمالات که مخصوص او هست و از همه ضعف و نقص و عیب و کمزوری و مشکلات پاک و منزه است، فقط او الله هست و این حق لا اله الا الله هست. به غیر از شریعت و قانون الله متعال هیچ شریعت و قانون دیگر قبول نمی کنیم و نمیپذیریم. و این حق لا اله الا الله است که باید هر مسلمان بفهمه که الله تعیین کننده حرام و حلال است و حق و باطل، کفر و ایمان، دوستی و دشمنی، ثواب و گناه، این تعیین کننده این تمام احکام الله متعال هست و هیچ کس در تعیین کردن حرام و حلال و حق و باطل و کفر و ایمان و دوستی و دشمنی، ثواب و گناه با الله شریک نیست و به غیر از ذات الله هیچ کس مستحق تعیین کردن این چیزها نیست و هر کس را در تعیین کردن احکام با صفات الوهیت یا ربوبیت یا اسماء و صفات یا حاکمیت یا امر و نهی با الله شریک بسازیم مشرک اکبر میشیم. و اگر این صفات تبدیل بکنیم، تغییر بدیم، شریعت تغییر بدیم و یا انکار بکنیم، طاغوت میشیم. یعنی طغیان به معنای سرکش بیجا به ضد الله و رسول و قرآن و یعنی خبیث‌ترین و ملعون‌ترین و نجس‌ترین کافر را به اصطلاح فارسی طاغوت میگن. پس این حق لا اله الا الله است که به هر مسلمان فرض عین است یاد گرفتن او. حق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اول ایمان داشته باشیم که محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول بوده و نبوت و رسالتش بر حق بوده و سپس باید ایمان داشته باشیم که تابعداری او بر هر امت لازم و واجب هست. باید سوم ایمان و یقین داشته باشیم که به غیر از طریقه او و روش او و امر و نهی رسول صلی الله علیه و سلم هیچ کسی دیگر مستحق تعیین کردن یک طریقه و روش نمیدانیم، چون این حق نبوت است و حق محمد صلی الله علیه و سلم است. چهارم باید یقین و عقیده داشته باشیم که سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است و آن سخن او وحی است به گفته قرآن کریم که الله متعال در سوره نجم آیات 3 و 4 و در سوره نساء آیات 80 بیان میکنه و من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم حقیقت مثل آن است که از الله متعال اطاعت کرده باشیم. پس این حق نبوت است. به نبوت و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشی و او را بر حق بدانی و از او تابعداری کنی و از نواقض آن پرهیز کنی که بدعت و خرافات و همین چیز هاست و سخن هیچ کسی دیگر را با سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر و هم میزان ندانی. اقوال مجتهدین و دانشمندا و مصنفین و همه انسانها سخن رسول الله را باید ترک نکنید. ابوالحجه حنیفی رحمه الله یکی از علما و دانشمندای اسلامیست و از دانشمندای احناف است، میفرماید اگر هر سنت رسول صلی الله علیه و سلم را به نسبت قول مجتهد یا دانشمند یا استاد یا اکابر خود ترک کنیم، این از لحاظ عقیده به این معناست که یعنی استاد خود به درجه نبی بودن و رسول بودن رساندیم و رسول الله را شاگرد او درست کردیم، نعوذ بالله. و صاحب فتوای عالمگیری می نویسه اگر به همه سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی عمل بکنه، یک سنت بد بدانه، او کافر و مرتد است و از اسلام بیرون است. پس از این دلایل فهمیده میشه که یک کفر بزرگ امارت همیست که نیمی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول ندارد، یعنی با نیمی از نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکل دارد. الله متعال میفرماید که اطاعت رسول اطاعت الله است. امارت میگه که هر کس رفع دین کرد، آمین بالجهر کرد، قرائت خلف امام کرد، به سنت های دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده، نمیسته که مذاهب ثلاثه با آنها عمل کرده، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل و صحابه کرام به او عمل کرده. اگه کسی به این عمل میکنه، نام موضوع سلفی است، وهابی است، غیر مقلد است و خوارج است و باید او کشته شوه یا زندانی شوه و یا زده شوه، چنانچه که این کار اینا عملا کردن. حتی علمای موحد دیدیم مثل شیخ عبیدالله متوکل رحمه الله رو به شهادت رسوندن و همسال اینها بری آشکار یا پنهان میزنن. همون شیخ کلان و مشرکشان میگه که از 100 تا یا 70 تا آمریکایی کشتن یک وهابی یا سلفی با ارزش تر است. وهابی سلفی کیست؟ یعنی کسی که به غیر الله سجده نمیکنه، به غیر الله رکوع نمیکنه، قانون غیر الله قبول نمیکنه، یعنی کفر و شرک و ارتداد نداره، او وهابی و سلفی است. کسی که به 100%
امور الله ایمان داره، به 100% سنت رسول صلی الله علیه و سلم ایمان داره، یعنی اون چیز نامش وهابی سلفی است. اهل حدیث. اهل حدیث به چی معنی؟ یعنی اینا میگن که هر کس به هر سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه او اهل حدیث است. ما خو اهل غزل هستیم، اهل چاربیتی و اهل کفر و اهل شرک و اهل بدعت و اهل رأی و اهل عقل هستیم. اهل دین نیست. اهل دین اونهاست که آنچه که از جانب الله و رسول آمده به او عمل میکنه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، شما ای کسایی که ایمان آوردید شما به تمام امور الله متعال و به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. پس یکی از کفرای آشکار بزرگ امارت به فتواهای خود علمای معتبر مذهب احناف که کافر است امارت، کفرش است که اینا به سنت تمسخر میکنن. الله متعال در سوره توبه آیت 65 و 66 بیان میکنه که کسی به سنت تمسخر کنه یا دشمنی کنه یا بد بدان یا استهزا کنه یا انکار کنه کافر و مرتد میشه. سوره توبه آیت 65 و 66 و سوره نساء آیت 80. پس از این آیات قرآن دانسته میشه که تمسخر سنت کفر است، بلکه امارت کسایی که به سنت عمل میکنه با اوی تو برخورد میکنه که حتی به زانیه و به لواطه‌کار و به شرابی و به یهودی و نصرانی نمیکنه. با روس‌ها 20 سال غلامی کردن، با آمریکایی‌ها صلح کردن، با کفار حربی غلامی میکنن، با شیعه که دشمن الله و رسول و صحابه است و دشمن قرآن است با او صلح میکنن. کسی که به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه او رو به نسبت عمل کردن به سنت استهزا میکنن و این سنت ها رو منع میکنن. چنانچه که در ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه، ینگ قلعه، خوجی بهاءالدین و ولسوالی دشت هرچی امام صاحب قندوز و در مرکز شهر قندوز و در اکثر ولایات افغانستان مساجد مسلمان های موحد و اهل سلف بستن، درسای ترجمه رو بند کردن، درسای حدیث بند کردن، حتی اعمالی که به سنت عمل میشه دور منع کردن، چون اینا سنت پیامبر را مثل یک منکر میدانن نعوذ بالله و دعوا و درجه الوهیت میکنن، درجه الله بودن. یعنی دعوای الله بودن چیست که به سر پیامبر و به سر سنت پیامبر بیای رد بکنی. باز از یک طرف دیگه گمراهی بزرگش و کفرشون چیست که میگن خب اسلام خو یک دین واحد است و 4 مذهب بر حق است، اما 3 مذهب دیگه نامش بر حق است عملش باطل است. مثال شافعی نامش بر حق است، اگر رفیدین آمن بالجر و قرائت خلف امامش باطل است. مذهب حنبلی خودش بر حق است، اعمالی که میکنه باطل است. مذهب مالکی خودش بر حق است، اعمالی که میکنه باطل است. چون علم ندارن، جاهل هستن، میدونن. علامه انورشاه کشمیری رحمه الله در فیض الباری شرح بخاری نوشته کرده که کسی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم کسی را منع کنه یا جلوگیری میکنه او طاغوت میشه، چرا که عمل کردن به سنت، عمل کردن به دین و عبادت هست و کسی را از عبادت منع کنی طاغوت میشی، یعنی خبیث‌ترین و ملعون‌ترین و نجس‌ترین کافر میشی. شاه ولی الله دیلوی رحمه الله محدث بزرگ است، از علما و دانشمندان مذهب حنفی است. در کتاب حجت الله البالغه میفرماید والله سوگند است که رفع الیدین آمن بالجر قرائت خلف امام اینا همه افضل است و ما انجام میدم و هر کس مخالف اینها باشه کافر و مرتد هست و هر کس انجام میده به سنت عمل کرده و هر کس ترک کرده ترک سنت کرده. پس این علما و دانشمندای بزرگ است. صاحب فتوای عالمگیری که بزرگترین کتاب احناف از اون میگه که اگر یک نفر به همه سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه، از یک سنت بعدش میاد یا بد میبره یا استهزا میکنه، این کافر و مرتد است و مستحق قتل و مستحق شمشیر زدن است مطابق به یک نظام اسلامی. پس امارت کفرای متنوع خیلی زیاد داره. در عقیده کفر داره، در اعمال کفر داره، در روش کفر داره، در سیاست کفر داره، در نظام سازی کفر داره، در اخلاق کفر داره. همین قرآن که هر آیت که درباره کفر بخونیم همون کفر در وجود اینها دیده میتونن و به این مناسبت است که اینها خلافت اسلامی را خوارج میگن و بدنام میگن. کل دروغ و کذب است، به واسطه که دیگه برای کفر خود دیگه دلیل ندارن که بگن ما کافر هستیم، شرمشان میاد که بگن ما کافر هستیم. به این مناسبت مسلمان هایی که در برابر اینها مبارزه میکنه دور میخواین تابع کنن و بدنام کنن. پس برادران مسلمان، برای هر کس که دارای همین طور عقیده باشه به ذات و صفات الله سوگند است که او با الله دشمن است، به رسول صلی الله علیه و سلم دشمن است، به صحابه دشمن است و به ائمه اربعه دشمن است. اینا دروغ میگن که ما از مذاهب اسلامی دفاع میکنن. امام ابو حنیفه رحمه الله خودش میفرماید و اذا صح الحديث فهو مذهبی، هر حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مذهب ما است و من قدر صلاحیت ندارم که سخن پیامبر رد بکنم. من استاد پیامبر نیستم، من شاگرد و من متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. اما اینا کل کفریات و خرافات و شرکیات و ارتدادهای خود میارن، باز نام دین و اسلام به سر ازو میزنن و خود به اسلام دین نسبت میکنن. بعد باید ما تابعداری هر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم و از هر بدعت و خرافات و شرک اجتناب بکنیم. بدعت حرام است و حرام اگر عبادت بگیم یا حلال بگیم یا دین بگیم یا خود مدافع ازو بشمریم، باز به کفر و شرک و ارتداد داخل میشیم. الله متعال ما از کفریات حفاظت بکنه و به این کسایی که دارای تو عقیده هستن به اینا توصیه میکنن که الله متعال دروازه توبه را باز کرده، بیاین توبه کنیم. از این عقیده
شرکی و کفری ارتدادی خود برگردیم و بیایم به نظام اسلامی خلافت یک جا بشین و بیعت بکنیم و سرباز نظام خلافت اسلامی باشین و در روح زمین و واسطه رضای الله متعال و نافذ شدن شریعت الله مبارزه کنیم و قربانی بدیم و در روز قیامت با ابوبکر و عمر و عثمان و علی فقط موحد یکتاپرست بنده الله امت محمد صلی الله علیه و سلم و سرباز اسلام با اونها ان شاء الله یک جا حشر بشین. اگر دین اونها، منهج اونها، روش اونها را برحق میدانیم، بیایم هم عقیده و منهج قبول بکنیم. اگر نمیدانیم، باز جای شما در جهنم است در قیامت و در این دنیا به دست سربازان رشید خلافت اسلامی ان شاء الله باذن الله مردار خواهد شدین.